یکی از شکایت‌های زوجین اینه که وقتی که می‌خوایم با هم وقت بگذرونیم، غالب اوقات ما باید در یک جمع دیگه باشیم، یا در جمع خانوادی ما باشیم، یا در جمع دوستان، یا بسیاری از سفرها و مناسبت‌ها الزاماً بایست در میان جمع باشیم و حس کاپل بودن در یک فضای دو نفره خیلی کم در زندگی ما وجود داره. اینکه انسان شبکه روابط داشته باشه و در جمع‌ها و مناسبت‌های متفاوت در میان افراد دیگه باشه، این خیلی خوبه، ولی وقتی که بیش از اندازه باشه از یک آسیب خبر میده. چنین افرادی که حس امنیت نمی‌کنن در یک فضای دو نفره با هم دیگه عمیقاً اشتراک بذارن، عمیقاً با هم دیگه خوب باشن، عمیقاً از ترس‌ها، دغدغه‌ها، امیدها، شوق‌ها و شادی دو نفره‌ای داشته باشن و یک با هم بودن دو نفره عمیق داشته باشن، الزاما در یک تعطیلات، در یک تفریح، در هر داستانی. چرا؟ چون میترسن عمیق تر بشن در لایه‌های درونی هم دیگه، از اون خلوت دو نفره هراس دارن، از اون صمیمیت دو نفره هراس دارن، چون این پیشینه رو ندیدن، چون فضاهای دو نفره رو ندیدن. اصولا شما زمانی میتونید با عمیق تر بودن و با ژرف تر بودن در لایه های متفاوت، اصلا در یک رخدادی پیش میاد، در یک شادیه، در یک ضیافت دو نفر است، کم پیش میاد. من دقت کردم شکل واقعی جشن تولد یا جشن ازدواجی که خیلی از زوجین میخوان که ترجیح میدن یک فضای دو نفره داشته باشن که عمیقاً حسهاشون رو با هم زندگی کنن، با هم برقصن، با هم بخندن، جنس لذت خودشون رو داشته باشن. ولی انگار فشار یک سنت ها، فشار یک جمع، فشار یک کلیشه ها اونها رو از خلاقیت و با هم بودن به سبک و سنخ خودشون میترسونه. و یک بعد دیگه هم داره، اصولا خیلی در میان جمع بودن یه نوع گم شدنه، یه نوع فاصله گرفتن از اون فضای دو نفره است. چون خیلی وقتا میرید آدم در لحظات خاصش ترجیح میده احساسهای خاصش رو در یک فضای ایمن و آرام با کسی که دوستش داره به اشتراک بذاره. این یک خصلت طبیعی هست و این یک امر طبیعی هست، ولی هراس وجود داره. حالا فشار جمع هاست، این مناسبت هست، میخوای با هم باشیم، مثلا شاید اون دو شخص دوست دارن با هم باشن ولی حس امنیت نمیکنن به میل خودشون، به اقتضای خودشون و به سبک و سیاق خودشون لحظه ها رو برگزار کردن اعتماد کنن.